سلام بچه ها، خیلی خوش اومد به ویدیو آموزشی مورف. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این آموزش بچه ها بهتون کمک میکنه که شما یک مورف پلیر خیلی خیلی مستر بشید، خیلی حرفه‌ای. و اول بذارین اسکین رو عوض کنم، خیلی خنده داره. این چیه آخه؟ نباشی بهتر. انگار چیز بود. خب هیرو مورف بچه ها هیرو بسیار قدرتمندیه که میتونی اسپمش بکنی و توی براکت های بالا جز 3 تا هیرو برتر شناخته شده و تو همه براکت ها جز هیروهای اسمورفه. یعنی وقتی یه پلیر تو میدلین اسمورفه، ببینید تینکر رو نمیدونم میپو این ووکر رو این آرک واردن بازی میکنه. وقتی تو سیف لین یه بوستر میبینید داره مورف بازی میکنه. هیروهایی که الان توی 3 تا 4 تا هیرو برتر توی کری میتونم بهتون بگم که بعد از حالا تغییرات پچ و این داستان ترور بلید بوده، ترور بلید، مورف، جایرو و چی بود اسمش، پی ای هم میشه گفت جزشون باشه. ولی ستای اصلیش مورف و ترور بلید و جایرو، این ستا خیلی خیلی پیک میشن شدیدن و خیلی هم قوی هن. چرا؟ دلیلش اینه که اینیت و اون تلنت ها و لیول های خوبی داره که میتونه تو بازی خیلی تاثیر بذاره که الان میریم جلوتر با هم بررسیش میکنیم. ببینید هیرو مورف اول بازی آرمور خیلی پایینی داره، آرمورش خیلی پایینه، 2، ولی شما میتونین آرمور رو تغییر بدید. یعنی این پایین بودن آرمور، مثلا ببینید بر مانکی آرمورش 6، برای ترور بلید آرمور اول بازیش 8 و 7 دامه. خیلی آرمور عدد بالایی دارن بقیه هیرو، ولی برای مورف عددش 2، خیلی پایینه. اینم کم کنیم. ولی اینو میشه تو بازی تغییرش داد که نکته خیلی خوبی هم هستش. اگه همون اول بازی هم آرمور رو بخوایم ببریم بالا، باید یه سری بها رو بپردازیم. اینم در نظر بگیرید که بریم جلوتر حالا دونه دونه توضیح میدیم. هیرو مورف در دسته هیروهای اجیلیتی قرار داره. دیگه اباوت هیرو رو ببینیم. ماجیک رسیستنس 26 و 9 دهم داره، بگیم 27 دهم، 27%. موو اسپید خیلی پایینی داره اول بازی. ترن ریتش 7 دهم، اوکیه. بچه‌ها یه نکته در مورد ترنت دیدم بچه‌ها کامنت نوشتن، میگن هرچی بالاتر باشه بهتره. نه، هرچی پایینتر باشه بهتره بچه‌ها. این یعنی مقدار زمانی که طول میکشه تا هیرو شما روتیت کنه، روتیشن انجام بده. وقتی شما هیروتون بچرخه 7 دهم ثانیه طول میکشه تا بچرخه. خب قطعا هر چقدر این سریعتر اتفاق بیفته بهتره، چون زودتر میتونید برگردین پشتتون رو ببینید. فرض کنید عدد 5 باشه، یعنی 5 ثانیه طول میکشه تا شما پیوتون بچرخه. انگار هیروتون لگ داره اصلا، میدونین انگار هیروتون نمیچرخه. 5 ثانیه طول میکشه تا هیروتون آروم بخواد تنش رو بچرخونه. اوکی، این خیلی مهمه، اینو بدونید. ویژنش هم یا هیرو کاملا نرمال و فلان و هیرو کری هارد کریه بچه. وقتی ستاش پره یعنی هارد کری، یعنی هر چقدر لیت بشه این هیرو قوی تر میشه. هیرو اسکیپ درجه 3 و دیوریبل هم هست، به خاطر اینکه میتونه از لولاش که در آینده متوجه میشید استفاده بکنه که بیشتر زنده بمونه. برای همین دیوریبل یا هیرویی که در فایت خیلی زنده میمونه میتونیم ازش یاد کنیم. ببینیم حالا بریم تو خود بازی ببینیم چه خبره. این هیرو مورف اول از همه، من اینجا دونه دونه طبق چیز بریم جلو. خب بچه لولاشو اگه بخوام بهتون بگم، لول 1ش اسمش هست ویو فرم. ویو فرم که اگه فستش رو بگیرید، 2 تا فست داره، ای بی بی فلو که فلو هم براتون توضیح میدم. اگه ای بی بی رو بگیرید میگه که اتک دمیج 50% میده در ویو فرم. یعنی اگر شما یک انمی اینجا داشته باشی و اینجا اول ما ویو معمولی چیکار میکنه، ببینید یه ویو میکشیم، خود ویو 300 تا دمیج میزنه. ولی نکته که هستش اینه که این ویو در حال حرکت 2 تا اتک هم داخلش میده اگه انمی نزدیکش باشه. ببینید الان انمی رو داشته باشید، اچ پیشو ببرم بالا، یه ویو میکشه، یه اتک هم در حال حرکت میده، یه اتک موقعی که میاد پایین میده. که برای اینکه اینو متوجه بشیم میتونیم از این آیتما کمک بگیریم.
که متوجهش بشید. ببینین داره کریتیکال میزنه. مگه ما ویو نمیکشیم؟ چطوری تو ویو داره کریت میزنه؟ پس داره اتک میده. اوکی. حالا نکته که داره، وقتی ویوتون رو از هیرو خیلی با فاصله بکشید، اتفاقی که میفته اینه که اتک دومی بهش نمیخوره، چون فاصلتون اینقدر زیاد میشه که رنج اتکتون بهش نمیرسه. ولی اگر اینجا ویو بزنید، ببینین یه دونه و وقتی هم میاد پایین یکی دیگه میزنه. من استو زدم که استوب کنم. ببین اینجوری میشه، 2 تا اتک میخوره. پس این تریکشه. و این که وقتی با فست ای بی بی میگیرید اتک دمیج پرسن، یعنی هر چقدر اتک دمیجتون بالا بره 50%، ببینید 50% دمیجتون رو وارد میکنه. اوکی. خب بعد اینکه نوشته که مورفلین پرایمری اتریبیوت is now agility، یعنی روی اجیلیتی هستش. یعنی وقتی که شما اینو بالا میبرید در اصل رو اجیلیتی اعمال میشه که الان دونه دونه توضیح میدیم. میخوام فقط دونه دونه بگیم که به چه صورت هستش. ببینیم الان ما لول ویفورم متوجه شدیم. با توجه به فست دمیجش کولانش هر چقدر بیشتر بگیرید میاد پایینتر. 115 تا مانا میزنه و رنج 1000 داره. و رنج، حالا این رنج منظورش اینه که ببینید همین که اصلا روش هم نگه دارید نشون میده. یا میتونین کنترل و آلتو بگیرید، آلت خالی، یه رایت کلیک بزنید. ببینید یه رایت کلیک میزنم مشخص میشه که چقدر میتونم من ویو فرم کنم. ببینید تا این دامنه رو میتونه، تا این رنج رو میتونه حرکت بکنه. دوباره آلتو میگیری رایت کلیک میزنی میپره. کلا همه لولاتون ببین وقتی روش نگه دارید بهتون نشون میده، اونایی که تارگتیبل باشن، برای تارگتی باشن. لول 2 تون چیکار میکنه؟ میگه بیس دمیج 100 دمیج مین اجیلیتی مولتیپلایر نیم و مکسیموم هم 2.5. بذارین اینجوری بهتون بگم، هر چقدر که این اجیلیتی شما پایین عددش بالاتر بره و یا به عبارتی HP تون کم میشه و یا به عبارت دیگه استرنجتون پایین اومده باشه. به یه هیرو وقتی استرنجش میاد پایین در اصل HPش میاد پایین. ولی این میگه من 2 تا چیز رو برای تو ترید میکنم. چی با چیو؟ چی با چیو ترید میکنم؟ اجیلیتی رو در برابر استرنج. خب حالا زمانی که تو اجیلیتی رو میدی استرنج میگیری، زمانی که اجیلیتی رو بگیری استرنج رو باید بدی. یعنی یه ترید کاملا جالبه. اینجا ببینید زمانی که اینو میدی بالا، الان 428 اینو میزنی استرنج دائم میره بالاتر. قرمز رو میبینید استرنجتون دائم بالا میره و اجیلیتیتون میاد پایین و اتک دستتون بیس دمیجتون رو ببینید شد به عدد 50 رسید. خب حالا این لول رو الان جلوتر دوباره میگم، ولی قبلش گفتم که چون مرتبطه، همه لولاش به هم ربط دارن. لول 3 و لول 2 به هم ربط داره. وقتی شما اجیلیتی رو کامل میکنید لول 2 تون دمیج بیشتری میزنه. خیلی ساده بهتون بگم، هر چقدر که استرنج پر بکنید کمتر دمیج میزنه. ببین اینجا رو اچ از 2100 شد 1580. حالا اگه من اینو کاملش کنم و بهش لول 2 بزنم یا ادپتیو استرایک بزنم، لول 2 دمیج خیلی کمتری میزنه. همین الان تست بکنیم ببینید. ولی یه کار دیگه هم انجام میده علاوه بر اون. روش هم نوشته میگه ناک بک مینیمم 50، ناک بک مکس 350. اگر استرنجتون کاملا پر شده باشه مثل این 266 الان عدد نوشته اینجا 35، استرنج وقتی مکس میشه ناک بک میکنه. لول 2 تون رو که میزنین دمیج دیگه نمیده ولی به جاش پوش بکش میکنه، پرتش میکنه عقب و برای دفنسیو موومنت خوبه. مثلا زمانی که میخواین دفاعی بازی کنی، فرار کنی، داری فرار میکنی، هیرو دنبالت، ببین هیرو افتاد دنبالت، 2 تا میزنی شوتش میکنی عقب، فرار میکنی، بعد دوباره ویو میزنی، مثلا اینو میزنی بعد دوباره ویو میکشی، ویو تیپی میزنی که اینا رو حالا بهتون تریکاشو بهتون میگم. پس این از این چیز خاصی نداره. اجیلیتی کامل پر میکنی، لول 2 تو یوز میکنی.
لول 3 تونم که در اصل 2 تا لوله که الان صحبت کردن در رابطه باش، کامل متوجه شدید. ولی نکته هایی داره. زمانی که شما اجیلیتی پر میکنید یا به عبارتی اچ پی تون پایین میاد یا استرنجتون رو میدید میره، به جاش آرمور میگیرید. آرمور اول بازی من چقدر بود؟ 2 بود. آرمور این چقدر اول بازی؟ آرمورش 5 اول بازی جاگرنات. ولی من تونستم توی روند بازی این آرمور 21 رو داره. من اگه اصلا اچ پی مو ببرم بالا، آیتم آرمورم 45. 45 تا آرمور دارید، خیلی عدد بالاییه. و بزن تی بی هم چک کنیم، مثلا ببینیم تو لول 30 اول بازی 8 تا آرمورش 30. این دیگه تی بی رو حساب کنین همینجوری دیفالت 30 تا آرمور داره، خیلی خوبه. تی بی هم برای همینه که تی بی زیاد پیک میشه. هیروهای آرمور بالا و هیروهای خوبی هستن و هارد کری هم هستن، هم جایرو، هم تروبلید، هم مورف. این ستا برای همین قوی هستن. خب حالا از اون طرف وقتی استرنج میبرید بالا، اچ پی تون میره بالا ولی آرمورتون میاد پایین. ببینید آرمور آروم آروم همینجوری میاد پایین. اوکی، اینم از این. میمونه التیمیتتون. التیمیتتون مورف یا به عبارتی تغییر شکل دادن معنیش شاد بشه. Morphling change his form to match the target enemy. میگه خودش رو شبیه به انمی میکنه که تارگتش کردید. Gaining their basic ability. لول های بیسیکش رو بدون ultimateش لول 1 2 3 شو بر میداره. Can be toggle for the duration of the ability. میتونه دقیقا استفاده بکنه در مدت زمانی که شما در حالت مورف قرار دارید. ببینین بعد یه سری نکته ها داره که الان بهتون میگم جالب باشه براتون. ببینین اگه من اینا رو لول اپ کنم، من الان تبدیل میشم به این، تبدیل شدم به جاگ که مشخص میشه که جاگ اصلی و من کدومه، چون قبلا مشخص میشد هر دوتاش یه رنگ بود. بعد پلیرها گیج میشدن نمیدونن این مورف اصلی است یا این کدومش جاگره هستن، اصلا یار خودشون وسط فایت قاطی میکردن. برای همین الان یک رنگ آبی میگیره که مشخص بشه که کدومش مورف کدومش هیرو انمی اصلی هستش. حالا نکته که اینجا داره جالبه. ببین من الان لول ها رو نمیتونم یوز کنم. چرا؟ به خاطر اینکه خود هیرو هنوز ابیلیتیشو نگرفته. پس باید این نکته رو توجه کنید که هیرو باید ابیلیتیشو گرفته باشه تا بعد بتونید این حرکت رو بزنید. حالا نکته بعدی اینه که خیلی چیزای ریز میخوام بهتون بگم دیگه، ریزترین چیزای در مورد اولتشو بگم. مثلا اینوکر. ببین ما یه اینوکر تو انمی داریم که این اومده 3 تا سام برداشته و یه متئور. خب من میام تبدیل میشم به اینوکر، هم سانه رو دارم هم متئور دارم. بعد اینوکر اینجا یه چنج میکنه لولاش تغییر کرده. خب من الان چطوری دوباره این دوتا لول رو بردارم استفاده کنم؟ من خب الان فقط همینو دارم که اگه شما یک بار برگردید به مورف و یه بار دیگه برگردید به اینوکر، مجدد میتونید اون لول هایی که اینوکر داره استفاده بکنید. و هر چقدر اینوکر هی لول اسپل عوض بکنه، ببینید هر چقدر که لول عوض کنه وقتی من میزنم یه تونتون میتونم به همون چیزی تبدیلش کنم که اینوکر داره. ببینید الان تورنیدو هست و بلاست چنج میکنم تبدیل شد به اون و خیلی راحت میتونم لول های اینوکر رو رو سر خودشونم پیاده کنم. این از این خیلی نکته خیلی طلایی بود، خیلی نکته مهمه در مورد التیمیتش. بعد اینکه آقا نیمش هم بچه مرتبط با همین قضیه. و حالا این نکته دیگه میگه که آقا نیم شارت میگه Morphling can shift attribute while stun reduce mana cost. ببینید بچه ها زمانی که شما دارید HP تون رو چنج میکنید، یعنی اجیلیتی و استرنج پر میکنید یا کم میکنید، داره به صورت پر سکند 10 تا مانا کم میکنه. یعنی اگر 10 ثانیه
شما هی بالا پایین ببرید 300 تا از ماناتون قراره بره پر سکند. درسته؟ ببخشید 100 تا از ماناتون میره دیگه. هر 10 ثانیه 10 تا میره، 100 تا ماناتون کم میشه. 30 ثانیه اگه این کار انجامه 300 تا ماناتون میره. پس با حواستون باشه الکی هم این چنج نکنید. و موضوع اصلی اینه که اگه این مانا نداشته باشه اصلا نمیتونه دیگه چنج بکنه. بچه‌ها نکته خیلی مهمیه. این چیه گرفتم؟ ببینین و موضوع اینه که ما میمیریم الان. یه موشاردم بذاریم. ببین الان نگاه کنید، ببینید برای یه لحظه وایسا، رو استرنجش نوشته مانا کاست پر سکند 10 تا. خب الان داره استرنجش رو پر میکنه بدون که اصلا ماناش هم کم بشه. نکتهش چیه بچه؟ چرا هیچ مانایی استفاده نمیکنه؟ شما مانا میبینید استفاده بشه، در صورتی که نگاه کنید مانا کاست پر سکند 10. شاید باگ خورده. مگه میشه؟ این باگه. تو گیم اصلی این اتفاق نمیافته. این مانا باید مصرف بشه، چون اصلا مگه میشه مورف بدونی که ببینی اصلا حتی یه ذره هم کم نمیشه. این احتمالاً به خاطر که تو دموه اینجا این اتفاق این مدلی، شاید هم به خاطر اینه. آره ببخشید، برای فری اسپل اصلا حواسم نبود فری اسپل یوزه. ببینین داره مانا کاست میشه. خب حالا اگه من دوباره بریم، اصلا حواسم نبود این دکمه یوز بود. یعنی خیلی باید حواستون باشه نسبت به این قضیه. میبینی کار نمیکنه، هر چقدر میزنم چیز نمیشه. استرنجه داره استفاده. ببین اگه یعنی مانا داره خالی میشه 0. بعد نگاه کنین وقتی 0 بشه مثلا آنتیمیج خیلی میتونه اذیتش بکنه. ببین دیگه اچ پیش نمیاد پایین، میاد در ازای اینکه یه کوچولو یه ذره مثلا ماناش پر میشه، یه چنج میکنه دوباره استاپ میکنه، دوباره میاد پایین دوباره استاپ میکنه. آنتیمیج میتونه خیلی کانتر بدی برای مورف باشه و خیلی اذیتش بکنه، چون ماناشو کامل صفر میکنه و مورف اصلا دیگه کاملا یوزلس میشه جلوش، خیلی اذیت میشه. مگر اینکه به سیلوریج و یه سری حرکت خاص بزنی بازم واقعا نمیشه. خیلی باید پلیر باشی که بخواید با مورف آنتیمیج بزنی، یا مثلا گیمو جلو بیفتی رو آیتمای سنگین بزنی، باتل فلای فلان بیاری که بزنی بتره کنیش، دیدلس و باتل فلای و اینا. یعنی آنتیمیج باید لینشو بخوره، خیلی بد بخوره، اذیت بشه تا بتونه بازیو وین کنه، چیز بشه، مورفتونه بازیو ببره. کار راحتی نیست واقعا. خب اینم از این قضیه لول 3. و آقا نیم شاردش نکته دیگه داره بچه، نکته طلایی. این هیرو ضعفش چیه؟ اگه تو کانتر پیکا بخوایم نگاه بکنیم، مثلا اگز انمی، اگز اگه بلید میل بخره میتونه خیلی اذیتمون کنه. درسته تا اینجا مثلا بلینک میگیره، میپره اینجا، اینو میزنه، اینو درسته مورفو میکشه. چرا؟ چون اچ پیش خیلی کمه. بعد شما خب همیشه نمیخواید که با اچ پی 5000 تو مپ موو بدید که اچ پی تون خیلی کمه. خیلی کم هم نه، ولی حداقل اچ پی هزار تایی دارید دیگه، میخواید بری فارم بزنید دیگه. بعد اگزا اسموت میکنه، اینویز میکنه، میپراتون. برای اینکه نتونه کال کنه، ببین وقتی کال میکنه یه باگی که داره اینه که شما نمیتونید لول یوز کنید، بعدش میتونید تو خود کال لول نمیتونید یوز کنید دیگه، همه میدونن دیگه. اگه آقا نیم شارد بگیرید شما میتونید
در زمان استان شدن morphling can shift attributes while استان و از اون طرف reduce mana cost ماناتون در هر پر سکند در هر ثانیه 5 تا مصرف میشه، پس این خیلی خوبه دوباره. و از اون طرف زمانی هم که استان میشید حتی یعنی دیگه باگش رو بهتون نشون بدم، حتی هیروهایی که این مدلی هن ببینین این میاد اولت میزن رو من وسط التیمیت وید اچ پی میکشم بالا. دیگه واقعا دیگه باگه، یعنی انگار اصلا التیمیت نداره و بعد این باد بیاد بره یه هولو بزنه. ببینید این میخواد بیاد اینو بزنه. اوکی، از اون طرف هم خود همین نگاه کنید، اچ پی تو رو حالا بدید پایین. مثلا اینقدر اچ پی داری، خب میاد اینجا این کال میزنه، شما اچ پی میکشید. این بلید میلش هم روشن کرده. ببین قشنگ میتونی اچ پی کم و زیاد کنی. خیلی باگه. خلاصه اینم از نکته مورف. آقانیم شاردش و میمونه خود آقانیمش که روی التیمیتش تاثیر میذاره که خیلی باگه. ببینیم فرض کنیم که این دوست عزیزمون جاگر یه سری آیتم هم داره، حالا اصلا همین هیچ خالی. ببین نگاش کنید 2144 152 همه چیشو داشته باشید. 92 129 69 بذار چیزی من نگاه کنم. آها اینم نکته جالبی بود. من خیلی وقت مورف بازی نکرده بودم. اینم چیز جالبی ازش در اومد. ببین جالبه، خیلی قویه. خب بعد یه سوال من بذار، من خودم برام اینجا سوال شد. اگر من الان با مورف خب بچه اینجا رو توجه کنیم. بذاریم آها خیلی چیزاش یه سری چیزاش تغییر کرده. قبلا اینطور نبود، برای همینم من اصلا سورپرایز شدم الان اینو دیدم. خیلی باگه، خیلی قویه. الان کامل بهتون توضیح میدم. آها اگه اینا رو ندونید به فنا میرید تو بازی. خیلی مهمه بچه. ببینین کلا کاری به آقانیمه ندارم. زمانی که شما التیمیتتون رو مورف میزنید روی یه هیرویی، دقیقا همون اچ پی، اتک دمیج، آرمور، اون چیزایی که دارید اعمال میشه رو اون هیرو. خب یعنی میتونه یه جای حواستون نباشه، مثلا شما اچ پی تون 800 خب 313 تا 397 آرمور 47. وقتی من التی میزنم ببینین 47 397 313 800، یعنی اچ پی جاگ شما الان 800. خیلی حواستون باشه وقتی میخواید که چنج کنید یه هیرو رو بردارید. حالا ببینم این نکته میتونه درست بشه. آها این کار رو باید انجام بدید. شما یه لحظه تبدیل میشین به خود مورف، یعنی نهایتا یه لحظه حواست نبود اولتتو زدی با اچ پی خیلی پایین زدی روی جاگ، اچ پی خیلی کمه، بده رو این، برو عقب یه لحظه اچ پی تو مثلا بکن بالا ببر مثلا اینقدر 2500 تا، حالا چنجش کن دوباره. بله و از اون طرفم بزنید تمام بشه یه چیزی هم با هم دیگه تست بگیریم. پس این خیلی نکته مهمیه، حواست نیست اچ پی چنج بکنی. با اچ پی 800 میری تو فایت، بعد یه دفعه میبینی میمیری در جا. حالا اگه رایت کلیک کنید روش نوشته when enable a strong elevation is great of the target hero that can cast all of the hero basic abilities if the illusion is alive when morphling toggle the ability he will take the place. آها
میگه یه ایلوژنی رو از انمی میسازید زمانی که اگه اینو نزنید وقتی اولت میزنید خودتون چنج میشید. خب ولی اگه رایت کلیک کنید یه ایلوژن هم میساز، یعنی هم خودتون هستید هم 22 ثانیه این وجود داره تو فایت که یعنی هم خودتون تو بازی هستید هم یه دونم از این بنده خدا دارید. این خیلی باگه. حالا تا زمانی که این ایلوژنه پابرجا باشه، الایو باشه، شما زمانی که اولت میکنید میرید رو پلیسش قرار میگیرید. خیلی چیز خفنیه. فکر کن مثلا یه اینجوری در نظر بگیریم. واو چه کارایی میشه بکنید بچه ها. مثلا فرض کن این اگز اینجاست یا مثلا یه توربلید اینجا هست تو بازی. من بهتون اوج این کار رو نشون بدم. منتا داری، باتل فلای داری، مثلا این آیتم ها رو داری، چه میدونم اینو داری و یه دونه مثلا هاریکن یا اسکادی. حالا زیاد مهم نیست. زمانی که تو اولتتو میزنی رو تیوی، خودت تو بازی تیوی میتونه، البته یه بدی هم داره، این لول ها رو دیگه نمیتونه کست کنه. من فکر کنم میشه. ببین یه تیوی تو بازیه، از این بر هم خودت داری میزنی. این قضیه مگر اینکه اینجوریش کنیم زیاد جالب نبود. من فکر نمی‌کردم آیتماش بپره. آیتماش رو نمیتونی یوز بکنی. وقتی که تاگلش بکنی، یه دونه رایت کلیک بزنی چنجش بکنی، زمانی که میزنی رو هیرو بگش خالیه، فقط میتونی هیرو رو جیب خالی برداری استفاده بکنی. از اتریبیوتای خودت هم استفاده میکنم. هیچی توی بگش نداره. بعد میتونی اینجوری چنج بکنی و بهش تبدیل بشی. حالا نکته که داره، تریکای خفنش بهتون بگم. زمانی که تبدیل میشی میتونی متا کنی، منتا یوز کنی، تبدیل میشی قشنگ به خود ترول بلید، با خودت یه ایلوژن هم میسازی و میری تو فایت انگار خود ترول بلید. خیلی باگه، شدید باگه. حالا نکتهش این بود، خود نمیشه استفاده کرد متاسفانه. مثلا اگزو برداری نمیتونی چیزاش استفاده کنی مگر اینکه تبدیل بشی خودت به ایلوژنه، ولی بازم باگه. مثلا اینو بفرستی وسط فایت بلید نمیشه، چی نمیشه استفاده کنی. به نظرم فقط برای حالا یه چیز دیگه، اگه ایلوژن بمیره من وقت دارم هنوز یا ایلوژن بزنم؟ آها اوکی حله، عالی. گفتم شاید ایلوژن اگه بمیره من دوباره نتونم تبدیلشم به جاگ، ولی اصلا ربطی به هم ندارن. شما حتی اگر اون ایلوژنه بره بمیره باز هم میتونید تبدیل بشید و بعد از اینکه چنج کردی، مثلا یه دونه عکس ساختی فرض کن، عکسو میفرستی وسط، کالو باهاش یوز میکنی، عکس میمیره، بعد دوباره خودت تبدیل میشی. بعد از اینکه البته بخش ایلوژن مرد خودت تبدیل میشی، مثلا میری وسط دوباره فایت میکنی. خیلی جالبه. یه چند ثانیه انگار یه چیزی اضافه داری. عالیه واسه ریسورس گرفتن، واسه که بیکیبیشون رو یوز بکنم، بفرست رو ساپورترها یه مقداری این لولاشون و این چیزاشون ازشون بگیری، میتونه جالب باشه. دیگه چیز خاصی نداره. خب بچه بریم سراغ تالنت ها. تالنت 10 تون 15% مجلسی سنس داره. تالنت سمت چپیه 12%، 6 تون طولانی تر میشه، 15 250 تا ویو رنجش بیشتر میشه. لول 1 تون، لول 1 مورف 250 تا بیشتر میشه. بعد اینکه این 75 تا اتک رنج میگیرید، از دور میزنید مثل دراگون لنس، 20 تا اجیلیتی و 40 ویو فرم که اگه بخوایم در نظر بگیریم ببینید این مکسیمومش 12 ثانیه طول میکشه تا ردی بشه، ولی اگه اینو بگیری 40 ثانیه میاد پایینتر، 40% میاد پایینتر میشه تقریبا 7 ثانیه، 7 و 2 دهم کولانش میشه.
اینم از این. بهترین تالنت هایی که برای پوزیشن کری میگیرن به این صورت بچه‌ها. اگه خیلی ماجیک میخورید، هیروهای خاصی روتون کانترتون میکنن، این خوبه. ولی اگه بخواید حساب بکنید واقعا این بهتره، چون 12 ثانیه هم اولتتون بیشتر میمونه روتون وقتی تبدیل میشین به یه هیرویی. خیلی طولانی میتونید داشته باشید، مثلا متا کنید قشنگ متا رو تا زمان خیلی زیادی دارید. خیلی باگه به نظرم مرد. بهترین تالنتش اینه. تالنت های اون مدلیش میفته رو اون فصل اونبری که بهتون میگم. بریم سراغ آیتماش. آیتمایی که براش میگیرن پلیرها معمولا استارترش به این صورته: یه ماجیک وند میگیرن، یا آیرون برنچ تانگو. دو تا تانگوشو یوز میکنن، یه دونهش رو آیرون برنچ میزنن، یه دونه هم اینو دارن. بعد اگه خیلی لینینگ اذیت میشن یه دونه ریت بند میگیرن، معمولا نمیگیرن، ولی اگر خیلی فشار باشه و خیلی بخوان رو لین بمونن یه ریت بند هم حالا اضافه میکنن. چون شما میتونید استرنج و اجیلیتیتون رو جابجا بکنید معمولا نمیگیرن، مستقیم میرن پاور ترید میگیرن. بعد پاور ترید یه دونه ولادمیر یه لایف میگیرن که خیلی کمک میکنه. ماجیک وندر برای چی همیشه میخرن؟ یعنی در هر شرایطی اینو میخرن، اصلا کاری ندارن جلوشون کی باشه. ماجیک ونده به خاطر اینکه اون اچ پی رو شما زمانی که بدید پایین اچ پی تون خیلی کم میشه. ببینیم میشه 500 تا. خب حالا با آیتمه. خب وقتی که اچ پی تون پایین باشه، الان تازه لول 30 هستیم، ریستش کنیم، آیتم لول مثلا فرض کنید 6 این مدلی. بعد ماجیک من پاور ترد اجیلیتی پایین باشه، اچ پی تون میشه 186 تا با 400 تا مانا. خب ماجیکتون وقتی 10 میشه یوزش میکنین قشنگ اچ پی فول میشه. حالا نکته بعدیش هم اینه که یعنی کمکه، ماجیک ونده کمکه و اینکه طرف میاد اینجا دو تا اتک بهتون میده، یه اتک اینجوری. ببین اچ پی تون فرض کنید بالاه، این میاد شما رو میزنه. میخوام یه تریک بهتون یاد بدم، نگاه کنید. اچ پی الان مگه اینقدر نیست؟ مگه کم نیست؟ 50 تا مگه نیست؟ میام اجیلیتی رو کامل پر میکنم، حالا دوباره اضافهش میکنم. حالا اگه برگردم به همون حالت قبل دوباره، ببین الان به جای 50 تا اچ پی 430 تا اچ پی دارم. پس این تریک خیلی مهمه. شما وسط فایت اتک میخوری اچ پی خیلی خیلی کم میشه. الان 40 تا اچ پی دارن دیگه. 900 استرنج رو کم میکنم، اچ پی میشه 186، دوباره پر میکنم به همون صورت. یعنی انگار این هیرو تا زمانی که مانا داشته باشه همیشه میتونه اچ پیشو کم و زیاد بکنه. خیلی راحت ایزی اچ پیش بالا و پایین میره. ماجیک وندم کمک میکنه که لحظه ای که اچ پی تون رو میکشید پایین، ماناتون هم خالی شده، سریع بلا فاصله ماجیک وند میزنی پر میشه. به این فرض کنید اینوکر ما آتش فشانه. ببین اینجا بهتون نشون بدم بچه. من جایی که بلدید رو میتونید اسکیپ کنید برید جلوتر، ولی من دارم بیسیک به کسایی میگم که اصلا هیچی از این هیرو نمیدونن. الان اگه ماجیک وندو بزنید چقدر بهتون میده؟ مگه نمیگه هر 15 تا شارژش هر یه دونهش 15 تا بهتون میده، هر یه دونه 15 تا اچ پی 15 تا مانا میده. حالا اگه بزنم خیلی کم پر میشه دیگه، درسته؟ میام چیکار میکنم؟ کامل استنج خالی میکنم. الان ببین میزنم اچ پی کامل فول میشه، دوباره راحت اچ پی میکشم بالا. پس ماجیک وند خاصیتش اینه. برید برای ولادمیر. آیتم ولادمیر رو وقتی میگیرید 2 تا آرمور میده، مانا رجن بهتون میده که کمک میکنه برای چنج کردن ماناتون استفاده میشه. از اون طرف 20% لایف استیل میده. شما وقتی میخواید یه هیرو رو بزنید یا کریپ فارم میخواید برید فارم کنید، زمانی که اچ پی پایین باشه، ببین وقتی اچ پی تو کامل بدی تو جانگل پایین که اتک بدی، سریعتر اچ پی پر میشه و خیلی سریع دمیجت بالا میره و نمیمیری و خیلی فارم سریعتره. ولی اگه بری استرنج بدی خب دمیجت هم میاد پایینتر، هم کمتر هم لایف میشی، چون اچ پی مقدارش بیشتره. این داره میگه 20% لایفت میکنم. پس 20% مکس اچ پی تو بخوای در نظر بگیری، ببین اگه این باشه 20 تا 20 مثلا از 100 تا اچ پی 20 درصدش میشه چقدر؟
20% اچ پی تو میکشی بالا باهاش. حله ببینیم. بعد ببین بعضی وقتا دستتون روی این هیرو میمونه، روی فیس شیفته، روی اتریبیوت شیفته میمونه و این یه صدایی داره. اگه مثلا صداش اذیتتون میکنه، چون قطعا تو بازی شاید ممکن اذیت بشید، این تا همینجوری ولش کنین این پسیو میمونه. تموم که شد میتونید بزنین روش که دیاکتیو بشه و برداشت بشه و صداش اذیتتون نکنه. حالت نویزه، خیلی اذیت میکنه، صدای آب طوریه، نمیدونم چیه. اوکی، اینم از این نکته. منتا رو بگیرید، آیتم بعدیتون منتا قطعا به خاطر اون اجیلیتی که داره بهتون میده، استرنج داره میده، اتک اسپید و موو اسپید. چون اول بازی گفتیم موو اسپیدتون پایینه، با اینم و این پاور ترید و منتا موو اسپیدتون هم خیلی خوبه. این هیرو سریع میشه یا شاید باعث میشه که شما موو اسپید بگیرید. از اون طرف هم هیروهایی که اذیتتون میکنن معمولا یا سایلنس میکنن یا اورچیت میگیرن. ببین مورف ضعفش بچا چیه؟ ضعفش اینه که اچ پیشو نمیتونه کم و زیاد کنه. پس اگه اچ پیشو نتونه چیز کنه میمیره. الان این هیرو میره یه دونه اورچیت میگیره جلوتون، خب این اورچیت بزنه شما دیگه نمیتونی اچ پی تو کم و زیاد کنی و با اچ پی 400 میکشنت یه دفعه وسط فایت. حالا شما نباید رو 400 باشه، شما فرض کن اینی، ولی بازم وسط فایت اورچیدت کنن، خود اون اورچید هم آخرش دمیج بهت میزنه. اورچیدت میکنه که بکشن، سریع منتا میکنی و خودتو سیو میدی. اینم تریکش. منتا رو برای این میخرن و خیلی جوابه. کلا اجیلیتی رو این رو جوابه. آیتم بعدی سریع بلا فاصله میرن آیتم بلا باتل فلای میگیرن که به دو دلیل: هم اجیلیتی بسیار زیادی داره، هم اویژن داره، هم 20% بیس اتک اسپید پرسنتیج درصدی به شما داره دمیج میده و 25 هم دمیج دیفالت. نکتهش اینه که شما وقتی باتل فلای میگیرید اویژن میفته روتون و اسپیس میگیرید برای اینکه آیتم بعدیتون رو فارم بکنید. در نتیجه کری مقابل مجبوره بره مانکی فارم کنه که شما رو کانتر کنه و شما بعد از اون دوباره آیتم دیگه میزنی، مثل اسکادی، مثلا ددالوس میگیری که خیلی آیتم قوی روی مورفلینگ. یا مثلا نه، میری اینو دیساسمبل میکنی، بازش میکنی، اینو میذاری اینجا و ستانیک میگیری، آنلاک میکنی. الان شما بازم قوی هستید. بهترین کاری که من پیشنهاد میکنم، ببینید اینجوری بهتون بگم، اگه جلو هیروهایی داری بازی میکنی که ایزیه، هیروهاشون اونقدر اسپلر نیستن، مثلا جلو آنداینگی، اسپریتی، جلو هیروهایی هستی که بیشتر تانکی هن یا اسپلاشون جوری نیست که خیلی اذیتت بکنه، ماجیک نیست مثل لاین و شمن و این داستانا، میتونی یه بیلد مثلا معمولی بزنی، مثلا اچ پی تو ببری بالا، سنگیاشا بگیری، مثلا سنگیاشا بازی کنی، اسکادی بگیری، اینو تبدیل کنی به ددالوس یا همون ستنیک رو بگیری. این جلو چه هیروهای خوبه؟ جلوی هیروهایی مثل مگنوس، هیروهایی که بی کی بی کنترل دارن، میان یه دفعه اولت میکنن میخوان حسفت بکنن. با سنگیاشا استاتوس میگیری، زودتر از زیر استانا در میای. با باتل فلای اویژن تو میگیری، با اسکادی اچ پی رجشون رو میاری پایین و خیلی بهتر میتونی خودتو لایف بکنی و اونا هم دیرتر لایف میشن چون اچ پی رجشون پایین میاد. و با ستنیک هم راحت میتونی اتک بتک تو سینه‌شون وایسی، ولی به شرط اینکه جلو هیروهایی داری بازی میکنی که اذیتت نمیکنن، هگزت نمیکنن، اذیت نمیشه از این نظر. حالا یه زمانی هست تو داری جلوی لاین و شمن و هیروهایی مثل سایلنسر و اینا بازی میکنی، خب خیلی ساده یه بی کی بی میگیری میذاری جاش، همین بیل دوباره کافیه. آخر بازی میتونی بلینک تو بفروشی، ببخشید پاور ترت رو بفروشی و به جاش یه سویفت بلینک بگیری. سویفت بلینک بهت کمک میکنه که زمانی که شما ویو میکشی حتی باهاش سریع بک بدی و با این کارت اسپلیت کنی، کلیر کنی لین ها رو کات بکنی. ببینید من میام اینجا، این هیرو رو میبینید اینجوری میزنم سریع بک میکنم، در حال ویو کشیدن سریع بک میزنم فرار میکنم. یه کریپ های مید لین رو ببینید، اینجا کریپه، پوش میدم فرار میکنم. یا برای تارگت کردن میتونی بی کی بی یوز کنی، تارگت کنی، بری فایت بزنی. خلاصه که بی کی بی خیلی کمکتون میکنه. این بیلد به نظرم بیلد جالبیه دیگه، بیلد خوبیه دیگه. بقیهش شرایطی میشه. بخوام بگم مثلا آیتم مثل سیلور ایج هم میتونه بعضی وقتا بهتون کمک بکنه.
یه زمانی تو بازی هست که میتونی یه سری جایگزین کنی، مثلا جای بیکیویت اگه نیاز هست، یا مثلا جای اسکادیت، یا حتی سیلورش کنی سیلورش کنی بعد بذاری بک بکت. ببین هنوز کار میکنه این ویزه، خیلی راحت میتونی بری. نمیتونی فکر کنم پسیوا رو باش بخوابونی. بذارینم وقتی میذاریش تو بک بک کاراییشو از دست میده. اگه من الان یوزش کنم بریک میکنم، ولی اگه یوز کنم بذارم پایین درسته اینویز میمونم ولی دیگه بریک نمیکنم. اینم نکتهشه. ولی یه خاصیت داره، شما اینو میزنید میری تو لینا پوش میدی، مثلا میخوای تاور بگیری اینویز موو میدی تاور رو میگیری سریع بک میکنی، یا مثلا اینویز میکنی فرار میکنی بعدش کمکت میکنی، یا بیکیبی میکنی تیپی میکنی فرار میکنی. این از این دیگه چیز دیگه نداره، فکر نمیکنم چیز خاصش باشه. تالنت هم دفنسیو اگریسیو داشتن. اگریسیوشو که بهتون گفتم اینو میگیرید این و این، یعنی قشنگ چپ راست. چیزایی که باقی مون دفنسیو بچا بیشتر. ماجیک رسیستنس لول 2 بیشتر برای اینه که دفنسیو ادپتیو استرایک میخواید با لول 2 تون یوز بکنید، کولدانش میاد پایینتر. 75 تا رنج بگید که از فاصله بیشتری اتک بدید و 35 تا استرنج. اگه 35 تا استرنج رو نگیرید اچ پی رو نگاه کنید. بذار اینجوری بهتون میگم، اینجوری قشنگ‌تر. 35 تا استرنج بهتون میده، در نتیجه اچ پی تون روی بیسیکش بالاتره. الان دیفالت چقدره؟ 428. اگه این تالنت رو بگیرم توی تمام اجیلیتی که پر باشه 428 تا میشه 1198 اچ پی، یعنی کامل هم که پرش کنید بازم اینقدر اچ پی دارید که خیلی خوبه. خیلی راحت میتونید دمیج بالایی داشته باشین آخر بازی ها و دفنسیوه خوبه. و یه بازی هست که شما میخواید بیس اچ پی تون بالا باشه، اون بازی ها کاملا کاربردیه. سعی کردم همه چیز رو بچه پوشش بدم. آیتم ها رو گفتیم، تالنت ها رو بررسی کردیم، لول ها رو گفتیم. اینیت اینیتش هم بهتون بگم بچه. اینیتش به صورت دیفالت هست. این اینیت accumulation میگه morphling receive 50% of stats grow bonuses every half level instead of the full. Okay, all attributed bonus from a skill point in the talent tree provide an additional مثبت 3. okay. میگه که شما قبل از اینکه لولش اصلا لولتون 6 بشه و این داستانا، شما بذار اینجوری بهتون بگم، شما اینجا نگاه کنید، عدد بزن دیفالت بیارمش پایین. خب 0 استرنج، 61 اگیل داریم، 23 تا اینتل داریم. باید هر باری که کیل گرفته بشه فکر کنم، بذارین این ریستش کنیم بیاریمش پیشو بالا. اینو میبینیم رومون accumulation gaining bonus stats. هر زمان که شما کیل بگیرید، فقط این نکته این که بذار اینم یه چیزی من دارم توش متوجه میشم. ارتباطی با ویو فرم داره این قضیه. 4 تا استرین، 240 تا اجیلیتی و 24 تا اینجا چیزه. قشنگ پایین رو ببینید، 4 240. یه بار یه چانس داره انگار. ببین شد 6 242، یعنی با کیل هایی که در بازی در روند بازی میگیرید اینجا افکتش میفته که گینینگ بونوس استاتس، و این به صورت دیفالت دیگه روتون میمونه. ببینیم ببینیم تو چقدر میره بالا. نگاه کنیم. میخوام یه چیزی رو من تست بگیرم. ببینید همینطور میره بالا دیگه.
252 تا. این اتریبیوت بهتون اضافه میشه، بونوس میشه بر اساس این اینیته. وقتی کیل گرفته میشه اینم میره بالا و خیلی جالبه. حالا یه نکته مهم، طرز درست لول گرفتن این هیرو رو بهتون بگم که نکته طلایی این ویدیو میشه. این دقیقه چند ویدیو میشه؟ فکر کنم دقیقه 45 خورده میشه. حتما اینو بدونید که طرز صحیح لول گرفتن هیرو مورف خیلی مهمه. لول بریم اینجوری ببریم بالا. اول بازی چیکار میکنی؟ لول 3 تو میگیری. تا اینجا اوکی. اجیلیتی تو تنظیم میکنی باش بتونی لسیت بزنی، چون اول بازی اگه لول 3 نگیری اچ پی زیاده، 600 700 تا اچ پی داری و نمیتونی لسیت بزنی چون دمیجت خیلی پایینه. اتک دستت میری لول 1 تو میگیری. هر موقع رو لین داری بازی میکنی و میخوای توانایی کیل گرفتن داشته باشی، با چه لولایت میتونی کیل بگیری؟ با لول 1 میتونی کیل بگیری، لول 2. خب اجیلیتیت اونقدر نیست که بخوای لول 2 بگیری. بعد چرا لول 2 نمیگیرن؟ به خاطر اینکه میخوان در ازاش اتریبیوت پر بکنن. به جای این کار لول 1 و لول 3 کامل پر میکنی. حتی بعضی ها 6 هم نمیگیرن و فقط 1 3 پر میکنن. 1 3 1 3 بعد سراغ اتریبیوت ها میرن. اتریبیوت بهتون خیلی کمک میکنه. ببینید من اچ پی رو کامل میدم پایین اینجا، یعنی لول 1 3 تون رو میگیرید اینجا. اول بازی اینو میگیرید، بعد لول 2 تون رو اینو میگیرید، بعد لول بعدی دوباره میتونید اینو بگیرید یا اینو بگیرید. بستگی داره شرایطیه. بذار بهتون میگم شرایطش چیه. ببین اگه لول 1 تون رو بگیرید، خب دارید دمیج میزنید تو بازی دیگه. بعد 50% هم گفته اتک دمیج پرسنتیج، یعنی اتک دمیجتون رو دارید تو ویو فرم 50% داره وارد میکنه. در نتیجه هر یه ویو فرمی که میزنید وقتی تعداد مکس بگیرید، دبلیتون رو پر بکنید، هم 300 دمیج به اضافه دمیجتون به انمی میتونید وارد بکنید. خیلی از پلیرها تعداد بیشتری ویو فرم میگیرن نسبت به چی بهش میگن شیفت، این اتریبیوت شیفته. یعنی مثلا 4 تا از این میگیرن، 2 تا از این میگیرن، 3 تا میگیرن، 3 تا میگیرن، ولی اول اینو میکنن 3 تا، بعد شیفتو میکنن 3 تا. خلاصه بیشتر مانورشون روی ویو فرمه تا بیشتر روی این باشه. خب اوکی خلاصش کنیم دیگه. این مدلی میگیرید، اینو کلا بیخیالش میشید. اینا رو با توجه به همون لول 6 12 18 میگیرید دیگه. بقیه مسیر چیکار میکنیم نگاه کنید. میزنید روی این اتریبیوت و فقط لول 10 و 15 میتونید اگر دوست داشتید شرایطشو میتونید این دوتا رو بگیرید، ولی بقیهشو کلا اتریبیوت میگیرید و این مدلی میرید جلو. خیلی مهمه اتریبیوت پر کردن. به جای اینکه مثلا ادپتیو استرایک بگیرید، کلا باید برید مانورتون رو بدید روی اتریبیوتاتون که بیس اچ پی تون که هم بیس اچ پی تون رو بالا میبره، هم برای فایت ها، و هم ببینید وقتی دمیجتون بالاتر میره اتریبیوت دارید میگیرید چه اتفاقی میفته. اتک اسپیدتون بالاتر میره تو فایت ها، اجیلیتیتون بالاتر میره، استرنجتون بالاتر میره، فارمتون قوی تر میشه و با ویوتون میتونید دمیج بیشتری بزنید. خیلی مهمه. شما برید تا باچ هم نگاه کنید، کلا پلیرها 2 نمیگیرن و از لول 19 به بعد تازه شروع میکنن. اینو قبلش باید میگرفتیم. لول 19 به بعد، 19 که میشه باید ادپتیو استرایک بگیره و این دیگه تازه شروع میکنه به این لول گرفتن ها. حالا و 20 اجیلیتی. فصل بعدیش هم خیلی سریع بگم که دیگه ویدیو جمع بشه دیگه. فصل بعدیش اسمش فلوه که داره میگه که Morphling primary attribute is now strange، یعنی پرایمریش اصلیه، حالا دیگه استرنج پر میکنه. Adaptive Strike stands base on Morphling Strange. Morphling gain one person spell amplify per میگه هر 4 تا اجیلیتی که شما در اس پر میکنید 1% اسپل آمپ میگیره این هیرو. بچه اینجا رو ببینید، اسپل آمپش الان 36%. 36% اسپل آمپ داره. اگه من اینو پر کنم، ببینید اجیلیتی رو کامل، بذار ببینم اسپل آمپتون شما میشه چقدر؟ میشه 60%. یه لحظه بذاریم یه چیزی چه
خب حالا حالا ولی این نکته های خیلی مهمی داره که الان اینم بهتون میگم. زمانی که مورفلین رو داری به این سبک بازی میکنی، وقتی اجیلیتی تو داری در اسب پر میکنی، اجیلیتیه فقط یعنی اجیلیتی نمیگیری، یعنی دمیج نمیگیری. ببین ما با اینکه اچ پی مون بیسش پایین اومده، اتکمون 46، یعنی اصلا ما نمیتونیم اتک بدیم به کسی، فارم هم نمیتونیم درست بکنیم. ولی برای زمانی خوبه که میخواید مجیکش کنید اینو. اسپلش الان 60%، که اگه شما برید آیتمایی مثل کایا براش بگیرید، مثلا کایا یاشا براش بگیرید، الان با کایاشا شد 76%. یه دونه دگون 5 بگیریم که بخوایم استفاده کنیم، یه دونه اترنال میگیریم دیگه، یه دونه آیتم اوکتارین دیگه. چیا بگیریم براش بچه؟ آقا نمشارد هم بگیریم. حالا اینا که مهم نیست. ببینیم چیا خوبه براش. با رفرشر هم خوبه، هگز هم خوبه، کاملا یه بیلد فول مجیک دیگه. هرچی اجیلیتیشو ببرید بالاتر، اسپل آمپ بالاتری میگیره. یعنی اگر شما باتل فلای داشته باشی 90% الان اسپل آمپ داری، 90% عدد خیلی بالاییه. بیشتر از اینا هم میشه بردش، ولی خب باید برید فقط اجیلیتی ببرید بالا دیگه، یعنی خیلی جالب نیست. فرض کنید چنین چیزی داری بازی میکنی، یه دونه دگون داریم میزنیم به این 2100 تا اچ پی داره، یه دگون خالی داره نصف اچ پیشو میبره. اینجا نگاه کنیم. اوکی، همه لولاتون دمیج خیلی زیاد داره میزنه. نگاه کنید 546 تا این داره میزنه. اگه دکمه آلت تو کیبوردتون نگه دارید، دمیج ریل واقعی که قرار زده بشه نشون میده. میگه دیفالت 300 تاست، ولی الان با این شرایط اسپل آمپلیفایی که تقویت کردی، شما الان 546 تا داری با این میزنی. بعد حالا نکته اینجا رو داشته باشید، لول 2 هم تست نکردیم. دیفالت با 1700 تا اچ پی با اسپل 82%، ما خیلی راحت یارو رو هگز میکنی و وان شاتش میکنی. ایزی وان شات، به معنای واقعی وان شات میکنی. اوکتارین میتونی بگیری، جای اوکتارین هم یا میتونی مثلا براش رفرشر بگیری، کلا دیگه یارو رو تارگتش کنی، یه هگزش میکنی. بعد تازه اگه نمرد، اچ پیش خیلی زیاد بود، بزنید 6 تا هارت داشته باشه، چه برای سرش میاد. خب ببینیم. هگز فرض کنید هگز میکنیم، اترنال میزنیم، 2 دگون، دوباره اینو میزنیم، هگز میزنیم، میری 7300 تا اچ پی، 6 که اچ پیشو داره میبره. بی نهایت قدرتمنده. ولی یه نکته ای داره، شما مثلا ممکنه بگید نتونی با این فارم داشته باشی. بچه‌ها بخواید فارم بزنید اول بازی شاید اذیت بشید. آیتمایی که به نظرم کمک میکنه که به فارمتون برسید 2-3 تا آیتمه، چون جانگل نمیتونی بزنی زمانی که اچ پی تو بدی پایین اول بازی. این تو مثلا اول بازی لولت اینه دیگه، اینجوری میخوای بازی کنی، نمیتونی درست لسیت بزنی. چیکار باید بکنی؟ باید براش میداس بگیری اول بازی، به اضافه اینکه 2 تا بریسر بگیری.
دوتا بریسر بگیری که اچ پی هم یکم اولش دیفالت اوکی باشه. میتونی آیتم کمبو تراول میداس بگیری که بتونی تون تون بری لینای دیگر اسپلیت کنی، میداس بزنی ویو بکشی، میداس بزنی ویو بکشی، تیپی کنی یه بر دیگه. آیتم بعدی قطعا دگون یکه. دگون یک نمیخواد تقویتش بکنی، اول بازی نیازیست. بعدش میری سراغ چی؟ میری سراغ آیتم اترنال یا آیتم کایا، اینا رو میگیری. حالا چه خاصیتی داره نگاه کنید. شما میری رو لینا یه ویو داری، اولا که با دگونت یکی رو میزنی، با میداست هم یکی رو میزنی، یه ویو هم میکشی، فارم میکنی. با این دوتا تریک و تیپیت هم که کولانش میشه 40 ثانیه، خیلی سریع میتونی روتیشن ایجاد بکنی و فارم تو داشته باشی. آیتمات دونه دونه فارم کن. من امتحان کردم جواب میده واقعیتش، دروغ چرا بگیم، انجام میشه، واقعا شدنی هستش، به شرط اینکه دقیقاً این سبکو بره. اگه بری مثلا بخوای آیتمای معمولی بگیری یا مستقیما کایا بری، عقب میمونی از بازی، به آیتمات نمیرسی. باید میداس رو بیاری که اکسپیت زودتر بره بالا، گل سریعتر بره، تراولو میخوای و دگون، و بعد بندازی تو فارم کردن. فارم خوبی داشته باشی، سریع کل آیتما رو کاور میکنی میاری بالا. بچه این ویدیو طولانی شد، 1 ساعت شد. جایی که دوست دارید رو ببینید دیگه، کامل ترین توضیحات رو دادم دیگه، فکر نمی کنم چیزی در موردش مونده باشه. فقط میمونه این نکته. بیام اینجا، بذارید من اینم بهتون بگم که دیگه تمام بشه. بشینید اینو با حوصله ببینید. هیرو مورف، اگر مورف همینه، این مورف جلوی اینا بچه ها مثلا میگیم استرانگ، جلوی اینا ضعیفه. اگه مورفو جلو اینا بزنید اوکیه، خیلی عالیه، زور میگید بهشون. اگه جلو اینا پیکش کردی خیلی اذیت میشی. خب بریم اول ضعیفاشو بهت بگم. ای میزنه میترکونتتون، ای واقعا میترکونتتون، چون اولتشو که بهتون میزنه اچ پی تون رو دیگه بالا پایین نمیتونی بکنی. هر چقدر بالا یا پایین بکنی سریعتر از اچ پی میره و انگار کلا از فیس شیفتت، اون شیفت اتریبیوت لول 3 دیگه نمیتونی استفاده بکنی. و حتی اگه یه وسل دو سرت خورده باشه دیگه کلا کارت تمامه. یعنی ای بدترین کانتره. یکی از کانترهای اگه پلیر باشه اینوکره، چون اینوکر حواسش به هست و میتونه هی سام بزنه، به خصوص اگه تو بازی داون بریکر هم باشه. داون بریکر با اون چیزی که داره، وقتی که روز میشه دیدین که تایما چنج میشه، یه لحظه کلا هوا همه جا روشن میشه، کل زمین، و اینوکر میبینتتون و شما متوجه این قضیه نمیشید. برای همین چون ویژن داره میتونه سریع ازتون بکنه. هیرو بلاد کمبوش با اینوکر میتونه سام بزنه، بلاد میتونه وقتی شما، چون معمولا تو جانگل یا ارج باشه اچ پیتون خیلی کمه و چون اچ پیتون خیلی کم میکنین که فارم بکنی، بلاد متوجه میشه، ویژنتون رو میگیره، اینوکر هی سام میزنه، مجبورتون میکنن که خیلی اذیت میشه دیگه. هی مجبوری مثلا با اچ پی بالاتر فارم بکنی، دیرتر فارم میکنی. دارن بهترین حالتاشو بهت میگم. هیرو دیسراپتر با آقانیمش اذیت میکنه، البته همه رو اذیت میکنه ولی مورف خیلی اذیت میکنه، چون مورف با آقانیم شارد میتونه حتی تو شیش وید هم طبق آموزش که دیدیم اچ پیشو باز استنش بده بالا، ولی این چون میوت میکنه کلا نه بی کی بی میتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، خیلی اذیت میشی. هیرو اودی اذیتتون میکنه، اودی خیلی بد میزنه دیگه. ببینیم دیگه چیزی هست. آها، هیرو آنتی میج بود. هیروها همین اوکی، چیزی دیگه نداره. استرانگ جلو چی هیروهای خیلی مرف قویه. هیرو جاگ جلو هیرو لایف استیلر،
اینا رو خیلی بد میزنه بچه ها، خیلی بد میزنه. مثلا فونیکس، هر هیروی این مدلی، حتی پی ای هم بد میزنه. حتی نیچر این پچ. بعد جلو اکثر هیروها اوکیه، مثلا جلو آنداینگ مثلا خیلی خیلی ایزی. آنداینگ یه لحظه اجیلیتیتون رو چیز میکنید، اصلا استرنج پر میکنید، 4 5 تا اتک میزنید، تامبشو میزنید، بعد خود تامبو اولت میکنید رو خود آنداینگ، تامبشو میکاری وسط. واقعا پدرشون در میاد، خیلی بد میزنه، اذیت میکنه. مورف، آها مانکی، جلو مانکی چون چنج میکنه خودش به مانکی تبدیل میشه، اتک میذاره، 4 تا شارژش رو پر میکنه، بعد وای میسه خودش با مانکی اتک به اتک، هیچ کاریش نمیتونه بکنه، بد میزنه. جلو اسنایپر، حتی جلوی تمپلار، اینا رو راحت میزنه، واقعا کاریش هم نمیتونن بکنن. حتی مدوسا و اوکی. اینا هم پس شد کانتر پیکاش، اینا رو راحت میزنی، اینا رو ازش میخوری. بدترین کانتر مورف میشه گفت ای ای، یعنی ای ای بم بشه، دو تا هیروین مدلی بم بشن مورف بزنن، واقعا کارتون سنگینه و مورف پلیر باشه گیمو در میاره. برای همینه که تو رنک های بالا خیلی مورف میزنن. بچا تمام نکاتشو بهتون گفتم، همه چیزایی که باید میگفتم و تریکاش، از نوع فارم کردن، فستاشو، اباوتشو، اینیتشو، همه رو بررسی کردیم. ببخشید اگه ویدیو طولانی شد، سعی کردم که کامل باشه، که هر جاشو که دوست داشتید و شاید یه سری نکتهاشو بدونی، شاید اصلا خود مورف پلیر بودی در مورد یه جای دیگه سوال داشته باشی، اینو گفتم که بدونی که این هیرو فوق العاده هست و پیکش بکنید و الان جز تاپ تیر هیرو هستن. 2 تا پارت آموزشی هم براتون میذارم، گیم پلی که بشه 3 تا پارت براتون آپلودش میکنم. دمتون گرم بچه، تو زندگی کاری که بهش علاقه دارید انجام بدید. خیلی عشقید، دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.